جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسید تصدیق کرده شود. اما دولتیش امو و بلانکوی خلباتی اومدی از جانب حزب نامزدی از جانب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیشبری شده. کمی 18 دوی بر روزنامه جلسه کمیسیون محترم اعضای کمیسیون یکم تکلیف پیشنهاد دیگر هست. مدرسه‌ای قدرت و شورت عبدالولیویچ، نصرالله بختیار اسداللهویچ، رحیموف رحیم نعیمویچ، خورای و معظمه خرقلونا و دولت سید ابرار عبدالعلیمویچ طبق رویکرد حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. در اساس مکتوبی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بنابر سبب پیشنهاد نکردن حجت‌های پیش بینی کرده شده ماده 35 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از رویخط حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خارج کرده شد. رویخط نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری انتخابات و شخصانی با اعتمادی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان دموکراتی تاجیکستان. پرمطلب می‌نویسید دموکراتی تاجیکستان. یک تا ای یا دو تا دموکراتی تاجیکستان اصلاح کنید. طبق طلبات ماده‌های 12, 35 و 38 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسید قرار می‌کند و 65 نفر شخصانی با اعتماد حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. عبدالنظرов امنیت تاجیکستان پیشبری شدم، داوی سودی ندارم، محکوم نشدم. شخصانی با اعتماد و عریضه آنها و کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسید سوسیال دموکراتی تاجیکستان ظاهر